ببینید الان من انتخاب رو میذارم برای شما، سنتی بخونم یا پاپ؟ پاپ رو شاد بخونم یا غمگین؟ الان در عرصه موسیقی پاپ 2 تا خواننده خیلی گل کردن. دست بر قضا اسم کوچیک هر دوشون هم محسنه. یکی محسن چاوشی، یکی محسن دوگانه. همین هفته پیش دوگانه سوز کرد. اما محسن چاوشی همیشه باعث تعجب من بوده. چرا اینکه با خودم فکر میکنم چطور ممکنه خواننده‌ای که انقدر صداش خسته است موسیقی شاد خونده؟ ملاحظه کردید صدای خسته و خراشیده انگار صبح ناشتا میخونه. مثلا یه نمونه گوش کن. گریه نکن گلم. ناقلا با همین صدای خسته اخیراً آهنگی بسیار شاد خونده با این مضمون که میگه دوستی ساده ما غیر معمولی شد. صدای دستا از این بهتر میشه، عالی میشه. یلا دوستی ساده ما غیر معمولی شد. نمیدونم اون روز تو وجودم چی شد، نمیدونم چی شد که وجودم لرزید. دل من این حسو از تو زود در فهمید، بین ما کی بیشتر عاشق من یا تو؟ از حالا هر چی شد همه چیزش با تو، بین ما کی بیشتر عاشق من یا تو؟ از حالا هر چی شد همه چیزش با تو. دیگه دست من نیست، بستگی داره به تو، بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری، بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی عاشق من بمونی، منو تنها نذاری.